سلام، چطوری؟ خوبم. امروز میخوام راجع به یه موضوع جدید صحبت کنیم. جدید؟ آره. ببین یه مدتیه یه چیزی رو من زیاد میشنوم، مردم در مورد افراد سمی دور و بر خودشون صحبت میکنن. چطوری میتونیم این آدما رو دور کنیم، چطوری تشخیصشون بدیم، ولی بیشتر از همه اینه که چقدر خوب میشه که ما آدمای سمی رو از دور و بر خودمون در واقع دور کنیم. تا حالا برخورد داشتی با این همچین چیزی؟ آره. زیاده نه؟ به نظرم آره. ببین یه جوری زیاده و یه جوری همه در مورد آدم‌های سمی صحبت میکنن تو توییتر، اینستاگرام و حالا جای دیگه که آدم فکر میکنه که چجوریه همه انگار یک حجم زیادی از مردم انگار که آدمای سمی دور برشونه. آدمای سمی خودشون کیان؟ یعنی ما یه سری کاراکتر سمی داریم جدا از آدم‌ها که ماها هستیم و اونا دور و برمان، ما باید اونا رو از خودمون دور کنیم. وقتی همه از آدم‌های، همه که نه قاعدتاً، ولی وقتی یک عده زیادی از آدم‌های سمی صحبت میکنن، به نظر من میاد که خب تو خودت آیا سمی نیستی؟ تو واسه یکی دیگه سمی نیستی که داری از آدم‌های سمی دور و بر خودت حرف میزنی؟ حدس من اینه که چرا؟ یعنی ممکنه خودت هم باشی. آره. کلاً ببین من نمیخوام رادیکال باشم خب، ولی دست به قضاوت هم خوبه، دست به جاج هم خوبه در مقابل آدما. آره. یعنی تشخیص بدی که کی سمیه یا نه. ببین نه، اگه کسی اومد به من گفت که من دارم آدم‌های سمی دور و برمو از خودم دور میکنم، یا مثلا فلانی سمی بود ازش دوری کردم، من اولین چیزی که به ذهنم میرسه اینه که احتمالاً خودت هم یه درصدی از سمی بودن رو داری. یعنی کسی که تشخیص میده یه آدم سمی رو یا ویژگی یا آدم سمی رو ممکنه تو وجود خودش هم باشه. ممکن که نه. من قشنگ قضاوت میکنم، یعنی همون اول میگم داری، حالا بیا ثابت کن که نداری، مگه اینکه اون آدم رو من خوب بشناسم دیگه. اگر که بشناسم که توی روش همونجا مستقیم میگم که تو چه دلیلی داری که میگی اون آدم سمیه. میدونی راستش به نظر من انقدر این جهانی که الان توش زندگی میکنیم که بیشترش هم توی سوشال مدیاست، یه جوری پیش رفته که آدما خیلی خودمحور شدن، یعنی خودشون رو مرکز جهان میبینن. یا هم خودخواه بودن. آره به شکلی، یعنی خودخواه بودن نتیجه اینه که آدم خودش رو مرکز جهان ببینه، یکی از نتایجشه. من وقتی خودم رو مرکز جهان ببینم اینجوری میشه که خب دیگران هم ممکنه، به هر حال آدم ها سلایق و علایق و این چیزای متفاوت دارن، درسته؟ آره. خب من به نظرم میاد که خیلی راحته که منافع آدما یا سلیقه هاشون یا علاقه هاشون با هم دیگه برخورد کنه و به مذاق من خوش نیاد و من یه برچسب سمی میزنم روش و خدا نگهدار. این تازه سر سلیقه است. مثلا سلیقه میتونه در واقع این سمی بودن نیست، یه تفاوته، الزاماً نیست. من نمیگم آدم‌های سمی وجود ندارن، خب من میگم به این حد زیادی که آدم‌ها دارن ازش حرف میزنن وجود نداره، نمیتونه وجود داشته باشه. فقط هم مخصوص ایران نیستا، این تاکسیک پیپل و تاکسیک بودن و اینا همه جا هست، همه جا ازش حرف میزنن. و مثلا بیا یه جوری نگاه کنیم به قضیه، یکی روابط اجتماعیش پایینه، آره. خب اون آدم سمیه چون روابط قدرت مثلا ارتباط برقرار کردنش خوب نیست و ممکنه توی مکالمه یه جمله‌ای از دهنش در بره که واقعا نمیدونه که این خوب نیست، یک نظری بده، بلد نیست، یاد نگرفته. اون آدم سمی نیست، فقط یاد نگرفته.
یا مثلا یکی واقعا بهره هوشیش پایین تره، یعنی مثال اولی EQ بود، یکی هم IQش پایینه و اینجور آدما، حالا تازه من دارم بعداشو میگم یعنی دارم این حقو میدم به اون آدمه، یعنی به مثلا به خودم این حقو میدم که فرض کنم که این جمله خوب نیست یا این رفتار خوب نیست. من این حقو این که خوب نیست و اول بستم گذاشتم کنار، حالا دارم به این میرسم که چرا اون آدم این کارو کرده. چرا این کارو کرده؟ EQش پایینه. خب زیاد تو مهمونی نبوده، زیاد دوستای خیلی خاصی نداشته، یا اگه دوستی هم داشته کسی بهش نگفته که آقا این جمله‌ای که گفتی خوب نیست. خب ارتباطاتش قوی نیست. ارتباطاتش قوی نیست. یا حالا من نمیگم IQش پایینه، یعنی گفتم ولی حرفمو پس میگیرم، خیلی علاقه‌ای به یادگیری نداشته. خب این دلایله، ولی در عین حال میفهمم و خودم این اعتقادو دارم که دلایل یک اتفاقی تا یه حدی مهمه. یعنی یکی مثلا بیا فکر کن، یکی میگه که خب تو چرا با یه نفر که معتاد ازدواج کردی، اون بگه که خب این ببین درسته معتاده ولی زندگی سختی داشته. خب این اهمیتی نداره که زندگی سختی داشته، به هر حال الان معتاده و تو رفتی باهاش مثلا زیر یک سقف. خب این یه همچین اتفاق بزرگی رقم زدی. آره حالا فکر کن یه نفر به خاطر روابط اجتماعی پایینش یه گنده‌کاری بزرگ کرده، یه جمله خیلی بدی گفته، دیگه مهم نیست چرا اون جمله رو گفته، اون جمله رو واقعا گفته. ولی برچسب سمی زدن بهش به نظرم خودخواهیه. یعنی من درسته که میتونم نپذیرم، میتونم اون آدم رو دیگه نبینم، خب ولی میتونم درکشم بکنم، درکش میکنم ولی در خودم نمیبینم، در واقع این توان رو در خودم نمیبینم که باهاش حرف بزنم، باهاش ارتباط بیشتری داشته باشم. و برچسب هم نمیزنی؟ نه نباید برچسب بزنم. این که میام میکنم تو بوق و کرنا تو سوشال مدیا، مثلا تو توییتر مینویسم از هر گذشته من با این انسانهای سمی، یا بذارید براتون بگم در سال گذشته من چیکار کردم، 5 نفر از آدمای سمی دور و برمو حذف کردم، هنر کردی. میدونی اونا به نظرم انگار یعنی مثل همون در واقع قضیه قربانی بودنه، انگار خودش کسی که اینطوری میگه سالم ترین آدم ممکنه و توانایی تشخیص دادن آدمای سمی رو به راحتی داره. دقیقاً. ولی خود این آدم یه جای دیگه، اصلا همونجا که داره این توییتو مینویسه یا این پست اینستاگرامی رو میذاره، واسه من سمی محسوب میشه همون لحظه. از کجا معلوم واسه یکی دیگه از آدمای دور و بر خودش سمی نباشه؟ به نظر من آدم سمی میتونه یکی از گزینه‌ها این باشه که یکی از مشخصاتش این باشه که حرف ببره و بیاره. یعنی پیش من یه چیزی شنیده ببره به یکی دیگه بگه، از اونم یه چیزی شنیده بیاره به من بگه یا بیاره به یکی دیگه بگه. خب کسی که خیلی این کارو میکنه در واقع تکرارش میکنه. اگه یک بار اتفاق بیفته اشتباه بوده، اگه چند بار اتفاق بیفته داره یه کار سمی میکنه. خب حالا الزاماً ممکنه آدم سمی نباشه در همه جهات زندگیش، ولی این یه دونه کاری، این یه عادتی که داره، دهن لقه، کار سمی کرده. خب در واقع یک زهری رو ریخته دیگه. یعنی حالا ممکنه عامدانه باشه، ممکنه عامدانه نباشه. اگه عامدانه نباشه، اینه که ما نمیتونیم بفهمیم عامدانه است یا نه. یعنی عامدانه که هست، بالاخره این کارو کرده. این که پشتش یک منظوری داره، یعنی هدفی داره، فرق داره با این که واقعا هدفی نداره، دهن لقه فقط. خب ولی در نهایت نتیجه کارش به هم خوردن یه سری رابطه هاست. تو این آدم رو حذف میکنی؟ حالا من باید مسئولیت خودم رو ببینم. اگه من اون آدم رو میشناسم، من نباید اجازه بدم که اون جلوی من این حرف رو بزنه. کسی که حرف آورده برای تو، کسی که حرف آورده برای من، خب همون نقطه اول نباید بذارم این ادامه بده.
بگم آقا من نمیخوام بشنوم مثلا اون چی کار کرده، این چیزی که گفتی اصلا باب میل من نیست. من اگه این کار نمیکنم خودم هم سمیم، میخوام دوست دارم بشنوم. خب بعد که رفت، چون ممکنه اصلا برم پیش دوستم بگم فلانی خیلی سمیه ها، اومده حرفای فلان کسکو به من گفته. یعنی همون کار رو انگار تو تکرار کردی. آره دیگه، داره تکرار میکنه دیگه، معمولا هم اینجوریه. یعنی ما به خاطر اون رو در وایسی که داریم اون لحظه نمیگیم که این کار خوبی نیست، من نمیخوام بشنوم، انقدی رو راست نیستیم. خلافش چی؟ خلاف چی؟ کسی که حرف تو رو جایی برده. ببین حرف منو برده باشه جایی ناراحت میشم. خب ناراحت میشم قطعا. و کار درست اینه که بهش بگی که چرا این کارو کردی. خب من نمونه‌ش هم داشتم و گفتم که چرا این کارو کردی، اونم یه سری توضیحات داده، دلایلی داشته. یعنی تو فرصت توضیح دادن به اون آدم میدی؟ فرصت میدم. و یه نمونه خیلی بزرگ داشتم من چند وقت پیش، پارسال، اواخر پارسال، که تو هم در جریانشی. من میتونستم این فرصت، یعنی مشکلی نداشتم که این فرصت رو بدم، ولی اون استفاده نکرد، هیچ وقت استفاده نکرد. با اینکه شنیدم که از این موضوع ناراحته، ولی میتونست بیاد با من صحبت کنه و ماجرا رو به من بگه، توضیح بده که چی شده که رفته حرفایی که از من میدونسته و حول من، یعنی موضوعش یکی از اون کاراکترهایی که در موردش صحبت شده بود من بودم، میتونست بیاد با من صحبت کنه اما این کارو نکرد. خب یه مثال دیگه هم دارم تازه، این مثال خیلی چیز داره، عمیق‌تره. آره، حدود 2 سال 2 سال و نیم پیش یه جریاناتی برای من اتفاق افتاد و من درش دخیل نبودم. خب و اون یه آدمی، یکی از دوستان خیلی نزدیک من که از خیلی از رازهای من مطلع بود، یعنی ما با هم خیلی حرف میزدیم، رفت این رازها رو گذاشت کف دست یک نفر دیگه و برای من خیلی دردسر ایجاد کرد. خب و من اونو ببین نمیتونم بگم بخشیدم، من دلم میخواست که توی اون موضع ناراحتی بمونم، اون موضع این که به من ظلمی شده بمونم، مظلومه، ولی همون لحظه تونستم درکش کنم، به خاطر اینکه کسی که در واقع شنونده ی حرفای اون بود، اون خودش جزو آدمای سمی بود. یعنی من اگر که حالا سمی بودن و چیز کنیم، باید تعریف کنیم که نکردیم، بیشتر بازش کنیم. آره، یعنی خودش آدمی بود که میتونست آدمای دیگر رو بندازه گوشه رینگ یه جوری، مثل یه گربه‌ای که مثلا میره یه گوشه دیگه پناهی نداره و به هر چیزی چنگ میزنه که خودش رو رها کنه. من برام بعد از چند دقیقه حرف زدن، نه با خود اون آدما، وقتی که قضیه رو فهمیدم، بعد از چند دقیقه مرور کردن اتفاقات که چرا همچین کاری با من کرده بی دلیل، تونستم درکش کنم، چون اون کسی که شنونده بوده خب اون کاملا این کاراکتر رو داره و با منم این کار رو کرده قبلا، ولی من قصر در رفتم. من همون لحظه آگاه شدم به این مسئله که رفتم گوشه رینگ و نیازی نیست برای دفاع از خودم هرچی میدونم و بگم. خب ولی اون آدم نتونست، در واقع اون آدم کار سمی رو انجام نداده. کار سمی رو انجام داده، هرچی راز داشتم و رفته گفته و دیگه اون عیان شده. خب برای یک نفر حداقل عیان شده، برای کسی هم عیان شده که آدم نادرستی بوده، چون بعد از اون رازهای من استفاده کرد. خب اون اتفاق افتاد، من ازش ناراحت شدم ولی تونستم درکش کنم. به خاطر همین خشم در من رشد نکرد، چون تونستم درکش کنم خشم در من رشد نکرد، اما همچنان نباید این کارو میکرد، کار خوبی نبود. من تصمیم گرفتم که خب کسی که نتونسته در این شرایط راز نگهدار من باشه، من بذارمش کنار. خب ولی بهش این فرصت رو دادم که توضیح بده
یعنی بهش براش نامه نوشتم، یعنی مکالمه چیزم نداشتیم، حضوری یا پیام و اینا هم نداشتیم، براش نامه نوشتم، گفتم که توضیح دادم که چقدر از این موضوع ناراحتم و اگه بخوای من حاضرم باهات صحبت کنم و این کارو نکرد. 2 سال و 3-4 ماه گذشت و مدتی پیش با من صحبت کرد و راستش هم من از موضع اون روز خودم بازم پایین‌تر اومدم، یعنی باز بیشتر تونستم درکش کنم، حتی پرده از چیزهایی برای من برداشته شد که نمیدونستم. همین که اون فرصت پیدا کرد که حرف بزنه، عذرخواهی بکنه، من فرصت کردم بابت اینکه به هر حال منم یه اشتباهاتی در اون بازه زمانی کرده بودم. خب منم تونستم ازش عذرخواهی بکنم به خاطر اینکه اونم 2 سال و نیم درگیر این ماجرا بود. میدونی من میتونستم همون روز اول بگم عجب آدم سمی، خب ازش هم متنفر بشم، فرصت صحبت کردنم بهش ندم و در جا حذفش کنم. حذفش ببین باهاش ارتباطی نداشتم ولی مانعی هم نداشتم اگر ببینمش مثلا با هم حرف بزنیم. بعد از 2 سال و نیمم که تونستیم با هم حرف بزنیم به خاطر من بود، یعنی من بهش پیام دادم که به دلیل چیز دیگه‌ای بهش پیام دادم، بعد اون به من گفت که خب چرا پیام دادی؟ بعد من فهمیدم که نه، مثل این که اصلا از من خشم داره. گفتم ببین من بخشیدم تموم شده ولی اون اصلا یه موضوع دیگه داشت، یعنی 2 سال و نیم برای اون یه جور دیگه‌ای گذشته بود و من بهش گفتم خب اوکی، من تنها کاری که الان میتونم بکنم اینه که بیام بشینم اصلا هیچی هم نمیگم، فقط تو حرف بزنی من بشنومت ببینم قضیه از نظر تو چه جوریه. و این مکالمه 2 ساعته حدوداً که ما داشتیم با هم خیلی خوب بود، خیلی خوب بود. من یه پرونده باز طولانی مدت رو برای من بست، برای اونم احتمالاً بسته. حالا بیا اون ورش رو نگاه کنیم که من همون برچسب سمی بودنم میزدم، خشمگینم میشدم، درکم نمیکردم، این ور اون ورم مینشستم میگفتم آقا این اتفاقات افتاده و حقم نداشتم، یعنی به نظر از بیرون حق داشتم دیگه، رازهای منو برملا کرده. آره یه اتفاق بزرگ برای تو رقم زده. ولی من اگه این کارو میکردم من به خودم میتونستم برچسب آدم سمی بزنم، به اون نمیتونستم. بازم قبول دارم. این اتفاق الان داره میفته به نظر من برای خیلیا، به خاطر این همون چیزی که گفتم، آدم ها هی دارن بیشتر و بیشتر خودشون رو مرکز جهان میبینن، یعنی خودشون رو مهم میدونن، همه چیز رو یک نسبتی باید با منفعت خودشون داشته باشه تا درک کنن. نمیتونن آدم‌های دیگر رو به عنوان یک انسان مستقل، یک انسانی که حالا یه سری ضعف داره، یه سری قوت داره، خب هر کسی که پرفکت نیست، آدم اشتباه میکنه، نمیتونن ببینن. اگه فرصت بدیم به هم دیگه، یه نفر یه اشتباهی میکنه برای اولین بار پیش ما، خب من بهش فرصت جبران بدم بدون اینکه چیز کنم، نه بدون اینکه باش حرف نزنم، نه، یعنی همجوری تو دل خودم، تو ذهن خودم بگم که اوکی عجب کاری کرد، بعد فرداش دوباره همون کارو بکنه و بگم او دوباره همون کار رو کرد، خب پس خدافظ. نه دیگه، اولین باری که ازش ناراحت بشم، از یک کاری، از یک عملی، حرفی ناراحت بشم، برم بگم آقا من از این کار ناراحت شدم، نه که بهش برچسب کلی بزنم. دیدی به بچه‌ها یه نفر از یه بچه‌ای مثلا یه زیاد اهل کار کردن توی خونه نیست، اهل کمک کردن به پدر و مادرش نیست، سریع بهش برچسب تنبل بودن بزنی، خب تازه این بدشه، اون وریش هم هست. یکی که یه کمی محاسبات ریاضیش خوبه، یه کمی حفظیاتش خوبه، سریع بهش برچسب باهوش بزنی، گند میزنی زندگی بچه. دقیقاً. ولی اینجوری نیستن آدما دیگه، آدما ضعف و قوت دارن.
ما اینو باید انگار نیست، انگار این حلقه گم شده است، ما همدیگر رو نمیتونیم درک کنیم، خودمون رو تازه با توجیهات مختلف پرفکت میدونیم خیلی از اوقات، یعنی اشتباهاتی که میکنیم و برای خودمون توجیه داریم که من این اشتباه رو، یعنی اصلا قبول نداریم اشتباه کردیم، من این کار رو به این دلیل کردم. خب اون دلیل مهم نیست دیگه، گفتم کار رو کردی یا نکردی، حالا به هر دلیلی. ببین ما خب در مورد آدم‌های نرمال جامعه حرف میزنیم. یعنی من الان نمیام بگم که خب یه آدمی واقعا شاید شارلاتان باشه، یعنی اون کلاهبردار باشه، اصلا یه سری حرفا رو با قصد و غرض منظور برنامه ریزی شده میزنه، یه کارایی رو میکنه که در واقع یک منفعتی ببره، حالا چه مالی چه روانی، این کارا رو داره میکنه. اون آدم شارلاتانیه. من اصلا روی صحبتم یعنی در مورد اون آدم‌ها حرف نمیزنم. سم در واقع واقعا سم جامعه است. اون اصلا اگه کسی اون اگه بخوایم به یه نفر یه برچسب سمی بزنیم همونه. خب ما اصلا در مورد اونها حرف نمیزنیم. روی صحبت ما با آدمای معمولی جامعه است. یعنی آدمی که همینجوری خودکار جرم و جنایتی نمیکنه، برای اشتباهاتش برنامه ریزی نمیکنه، اشتباه میکنه. خب اون آدمه که ممکنه خطایی ازش سر بزنه و خیلی سریع هم برچسب سمی بودن بخوره. مثل یه گروهی از دوستان که یه جایی با هم هستن، میرن میان و یک نفرشون رو طرد میکنن، یکی از اون جمع رو طرد میکنن به دلیل همین مثلا سمی بودن و بدون اینکه بهش توضیحی بدن یا باهاش حرفی بزنن. حتی معمولا توضیح نمیدن دیگه. یعنی قطع میشه سریع. آره معمولا یا دعوا میشه، چیزی که حالا تجربه من در دیدن اینجور مسائل دیگه، شاید هم خیلی ها حتما توضیح هم میدن، ولی اگه راستش میدونی اگه توضیح بده اصلا کار به اینجا نمیکشه به نظرم. در خب بعد بیشتر فرصتشو داشته باشه که توضیح بده. همون دیگه، یعنی اون بره اون فرد مظلوم اون فردی که فکر میکنه یه در واقع طرف مقابلش رفتار سمی داشته، آره این درک رو داشته باشه که طرف مقابل ممکنه فقط اشتباه کرده باشه و بذار من برم باهاش صحبت کنم، بهش اجازه بدم که با هم حرف بزنه که چرا این کارو کرده. میدونی ما واسه دوستای خیلی صمیمیمون شاید این فرصت رو قائل بشیم، واسه اعضای خانوادهمون شاید این فرصت رو قائل بشیم، ولی واسه همه آدم‌ها قائل نمیشیم. من طبیعی هم میدونم، چون ما به اندازه همه آدم‌ها وقت نداریم، حوصله نداریم. ولی اگه وقت و حوصله نداریم نندازیم گردن اون. من وقت و حوصله ندارم، من میتونم بگم آقا من واقعا وقت و حوصله ندارم، من ترجیح میدم ارتباطمو با این آدم کم کنم. خب این باعث میشه که من خودمم خشم در من شکل نگیره یا رفتارهای سمی نکنم. یعنی مسئولیت حل نشدن یک موضوعی رو همشو نندازم گردن اون. من خودم اون آدمو حذف کردم، میتونستم برم براش توضیح بدم چرا ناراحت شدم و چرا فکر میکنم کارش خوب نبوده یا حرفش خوب نبوده، اجازه بدم توضیح بده. اگر که توضیح داد و برای تو قانع کننده بود که حل میشه. اگه توضیح داد و قانع کننده نبود، بعد اون موقع میتونی منطقی تصمیمی بگیری. گاهی اوقات هم ممکنه که اصلا هیچ توضیحی نداشته باشه، اتفاقا خیلی هم پرخاشگرایانه با تو حرف بزنه یا با تحقیر و توهین و بدترین حالتاشو میگم دیگه، اونجوری برخورد کنه و بگه که نه من خیلی هم کار خوبی کردم، تو مشکل داری. خب اون آدمو دیگه نظری کنار. آره تو نظری کنار، تو خودت هم کرمی داری دیگه، اون آدمو رو باید گذاشت کنار. من اینجوری از حرفات شنیدم که در واقع یعنی برداشتم اینه تو وقتی تو نه در واقع فردی که برچسبی میزنه برای سمی بودن به یه آدمی و فرصتی بهش نمیده برای توضیح دادن، خودش داره یه رفتار سمی رو انجام میده.
یعنی ممکنه حتی سوء تفاهم شده باشه دقیقا. و این فرصت رو نداده باشه که بشنوه که این اتفاق ممکنه یه زاویه دید دیگه هم داشته باشه. آره من اینو خیلی قبول دارم. کلا به نظر من سوء تفاهم خیلی پیش میاد. ببین من اینجا میخوام بدونم که یه آدمی وقتی یه سری رفتارهای تکرار شونده و آسیب زننده داره که از دید من اون هم میشه یک آدم سمی. خب فرض کن توی خانواده است، فرض کن یک شخصی که تو نمیتونی به راحتی بذاریش کنار و تو باور داری که این آدم سمیه، رفتارش سمیه، چیکار باید کرد؟ چرا نمیشه آدمای خانواده رو گذاشت کنار؟ به نظر من سخته. آره سخته، ولی کسی که داره آسیب میزنه، یعنی ببین باید اون مراحل رو گذرونده باشیم دیگه. یعنی من برای یکی از اعضای خانواده‌ام باید وقت بذارم، حرف بزنم. اون آدم هم یهو به نتیجه نرسیده که، یعنی ببخشید یهو به این نقطه نرسیده که، مروری داشته، یک زمانی گذشته و من با این آدم مدت‌های طولانی زندگی کردم اگر عضو از خانوادمه. در نتیجه فرصت کافی برای هر چیزی وجود داشته. اگر همه راه‌ها رو رفتم، خب حرف زدم، قهر کردم، ابراز ناراحتی کردم به روش‌های مختلف، نشده. اون آدم به رفتارش ادامه میده و این رفتار داره به من آسیب میزنه. هر کی میخواد باشه. مشکلی نیست که به نظر من مشکلی نیست که آدم‌ها رو میذاریم کنار. آدم‌ها رو باید بذاریم کنار. ما نمیتونیم با همه آدم‌ها همیشگی ارتباط داشته باشیم. مشکل اینجاست که ما آدم‌ها رو زود میذاریم کنار. یعنی با اولین برخورد میذاریم کنار. اینم به نظرم طبق صحبتی که داشت، یعنی کردی راجع به این خودخواه بودن یا خودمحور بودنه، نتیجهش از اون میاد. آره ببین واقعا من زخم خورده خودخواهی دیگرانم. خب یعنی این خودخواهی خودش یه نوع سمی بودن. قطعا یه نوع سمی. آخه میدونی اگه آدم خودخواه، یعنی اگه ما با آدم خودخواه در ارتباط باشیم، خودخواهیه شاید در لحظه اول به چشم نیاد، با کارهایی که میکنه به چشم میاد. یعنی رو پیشونیش ننوشتن خودخواه، که یه سری کار میکنه، یه سری حرف میزنه که تو متوجه میشی که مثل اینکه خیلی اینجا جای موندن نیست. خب میدونی کی اذیت کننده است؟ اینکه درجه خودخواهی اون آدم از آستانه تحمل تو بیشتر باشه. این خیلی اذیت کننده میشه. ممکنه که من با یه آدم خودخواهی در ارتباطم، خب ولی یکی من تحملم خیلی زیاده، دو اینکه نسبت به من اصلا این رفتار رو نداره، نسبت به دیگران داره، یا یه سری چیزای دیگه داره که اون خودخواه بودنش میشه آفرین نادیده گرفت یا پذیرفت. اگه اینجوری باشه خب قابل تحمل میشه. ولی خب اگه اینا رو نداشته باشه، یعنی من یه نقطه‌ای میرسه که من دیگه تحملم تاق میشه و میگم خداحافظ. میگم من خودم واقعا زخم خورده این موضوع هستم. نه اینکه من خودخواهی ندارم، به نظرم همه آدم‌ها باید داشته باشن. یعنی چیز بدی نیست آدم خودخواهی داشته باشه، ولی یک اندازه‌ای از خودخواه بودن رو اگر که رد بکنیم، دیگه میشه بیشتر وجود ما رو خودخواهی گرفته. اون موقع کار خوبی نیست، ولی برچسب خودخواهی رو بزنیم، اشکال نداره. اگر که واقعاً به نظرمون میرسه یک نفر بیشتر وجودش رو خودخواهی گرفته، بیشتر کارهای روزانش، حرفهای روزانش خودش رو مرکز جهان میبینه، آره بیشتر شخصیتش از این میاد، اون موقع خب به من آسیب خواهد رسید قطعا، به من نوعی با همچین آدمی در ارتباط بودن. ببین ممکنه اصلا من تا مدت‌ها
آسیب جدی نبینم، مثلا فقط زخم زبون بشنوم. حالا زخم زبون زدنم منظورم، حالا نمیدونم مثال بزنیم یا نه، که زخم زبون زدن الزاما از خودخواهی نمیاد، ولی اگه یه نفر خودخواه باشه به دلیل اینکه نمیتونه درک کنه دیگران رو و نمیتونه کنترل کنه زبونشو، یه حرفایی میزنه که طرف مقابل قشنگ میسوزه یا هرسش میگیره یا ناراحت میشه، هرچی احساسای بدی بهش دست میده. اونجا خب برای من سوال میشه که یعنی باید سوال بشه این اولین باره، دومین باره، 1 سال گذشته اینجوری بوده، این بار من به این چیزا باید فکر کنم، نه اینکه انقدر مثل یک در واقع یه انگشتی لای زخم همینجوری نگهش دارم، هی با این زخم بازی کنم و این درد رو تحمل کنم و ادامه بدم. نه واقعا نیازی به ادامه دادن نیست اگه یه نفر انقدر داره به من آسیب میزنه با خودخواهیش. محمد تو فکر نمی کنی در واقع این تأثیر این حذف کردن صحبتی که توی به قول خودت توی اینستاگرام، توییتر و همه با افتخار ازش حرف میزنن که من بلدم آدما رو حذف کنم از زندگیم و میخوان به هم دیگه یاد بدن، کلا تأثیرش از این اطلاعات عجیب و غریبیه که از روانشناسای مختلف، از آدمای مختلف هی داره به گردش میفته، یعنی فکر میکنن 1% از آگاهیه. بی تاثیر نیست. ببین یه روشی دارن تراپیستا، شما وقتی میری پیششون میگن که من کاری ندارم به مثلا دوست پسرت که چی گفته چی کار کرده، من تو رو میبینم، تو چه احساسی بهت دست داده. خب آره. این بد نیست، خیلی هم خوبه، ولی به نظر یعنی من ندیدم راستش یه تراپیست خیلی قوی که اینو درک کنه. من که البته تجربه زیادی ندارم با تراپیست‌ها، 4-5 تا رو فقط شاید میشناسم تو طول حالا این چندین سال گذشته، که یه تراپیستی به این درک برسه که ببین این آدمه لب مرز خودخواهیه، لب مرز اینه که خودشو مرکز جهان بدونه یا حتی اصلا میدونه، خب و من دیگه اینو شارژش نکنم. من اگر که دوست پسرم به من یه چیزی گفته یا دوست دخترم به من یه چیزی، پارتنرم کلا یه چیزی به من گفته و من ناراحت شدم، در مورد احساسات خودم حرف بزنم و از اینجور حالا حرفایی که توی اتاق درمان پیش میره، خب این که اصلا جای غلطی رو داریم نگاه میکنیم. این آدمه خودت چه تأثیری داشتی بر اون جریان، بر اون ارتباطه. یعنی من نمیتونم اون دوست پسره رو یا دوست دختره رو یا پارتنره رو، هر کسی، حذفش بکنم از این ماجرا، اونو به عنوان یک بلندگو که یک سری جمله گفته در نظر بگیرم، بی احساس، بدون سابقه، اونو در نظر نگیرم کلا اون آدمه رو، بعد همش برگردم به خودم نگاه کنم. خب این هی تشدید میکنه، به نظر من چیزی که من دیدم تشدید کرده، این خودخواهیه رو تشدید کرده. من از یه جایی به بعد اون جمله ها رو به عنوان یک جمله های منفی شنیدم، سعی کردم که خودم به هم نریزم. خب اون جمله منفی اصلا چرا گفته شد؟ اونم یه آدمه، اون چرا اصلا باید؟ اگر که میدونی خیلی راحت نیست به این نتیجه رسیدن که من یک کاری شاید کرده باشم، بخشی از مسئولیت با منه، این مسئولیت رو واقعا کار سختیه، ولی باید همه برداریم از تو هر رابطه حالا الزاما پارتنرشیپ هم نیست، رابطه دوستی، من باید مسئولیت خودم رو بردارم. اگر داره با من بد رفتاری میکنه، من چی کار کردم؟ باید بهش فکر کنم. ممکنه به نتیجه برسم که من هیچ کاری نکردم، ولی ممکنم هست نرسم دیگه، ممکنه بفهمم واقعا کجای کار من میلنگیده. در نتیجه آره، به نظرم
ببین این تشویقایی که توی توییتر و اینستاگرام میکنن همدیگه رو، یکی میاد میگه من فلانی رو حذف کردم، میگم وای وای انسان تو چطوری تونستی، چه توانایی داری. آره چه توانایی داشتی که تا الان ثبت کردی. حرفای بدتر هم میزنن، یعنی یکی فوش میده، یکی میگه من که بودم با لودر از روش رد میشدم. این تشویقه افتخارآمیز بهش نگاه میکنن. خب 2 نفر دیگه هم میان همینو مینویسن دیگه، میبینن این ایمپرشن گرفته، بعد انگاری اصلا باعث میشه یک موجی را بیفته توی آدما. خب همین دیگه اصلا دلیلی که اومدم در واقع در موردش صحبت کنم این بود که اینا رو دیدم و به نظرم داره هی زیاد و زیاد و زیادتر میشه و خودش سمیه. خودش سمیه. یه تیکه دیگه هم بگم و ببندیم. من خیلی یوتیوب نگاه میکنم، خیلی زیاد. بعد یه سری ویدیو واقعا دوست ندارم نگاه کنم، ولی یک بازه زمانی گیلتی پلژر من بود که هی اینا رو نگاه میکردم. بعد کم کم هی دور شدم ازش. الان دیگه خیلی کمتر شده، این توی ساجستشنی که به من میده خیلی کمتر این اتفاق میفته. ولی یه سری ویدیو هستن که دارن ویدیوهای یا کلیپ‌های سمی اینستاگرام رو به قولن نشون میدن. خیلی هم تعدادشون زیاده ها، یعنی تعداد ویدیوها، تعداد این کانال ها تعداد که این کارو میکنن. یعنی میرن اینستاگرام چیزای سمی رو برمیدارن میارن تو یوتیوب، روشون یه ریاکتی میدن. خب خود این کار سمیه، خود این کار پخش یه چیزه، یعنی عادی کردن یه سری چیزاست. درسته که داره نقدش میکنه خب، ولی من دارم در مورد خودم حرف میزنم، اصلا کار به دیگران ندارم. تجربه من این بود که برای منم شد گیلتی پلژر، یعنی منم نگاه میکردم، خواستم ببینم. من اینستاگرام نمیرم زیاد، ولی اون ویدیوها رو توی یوتیوب میدیدی. دقیقاً همون ویدیوهایی که بابتشون دیگه نمیرم تو اینستاگرامو داشتم تو یوتیوب نگاه میکردم. خب خیلی اونجا تو رو گیر انداختن. آره خب چرا؟ اون کار خودش سمیه، اون میخوای تو ایمپرشن بگیری دیگه. مردم احتمالاً اینستاگرام هم که ماشاءالله باشه خیلی پرطرفداره، همین ویدیوها خیلی ویو میخورن. حالا یه عده‌ام اومدن با ریاکت دادن، یعنی پوز انتلکتی برداشتن، میرن نقدش هم میکنن، مسخرهشون هم میکنن، ولی از همونا پول در میارن، ویو میگیرن دیگه. این خودش کار سمیه. دو طرفه سمیه، یعنی انگار هم خودش داره یک کار سمی انجام میده، هم اونایی که ویدیوهای سمی میذارن اینو میبینن تشویق میشن انگار به این کار. دقیقاً. ببین اصلا این توی چیز هم صحبت کردیم، یه جای دیگه هم صحبت کردیم، اونجایی که داشتیم راجع به ادب صحبت میکردیم. من نوعی یه آدمی وقتی میره یه ویدیو میسازه که از نظر ما ویدیو چرکیه، ویدیو بیخودیه، خب الزاماً معنیش این نیست که برای ویو گرفتن، یعنی چرا برای ویو گرفتن که هست، ولی شاید نمیدونه، راه درست رو نمیدونه که رفته پشت دوربین و همچین کار سخیفی کرده. یعنی این کاره رو خیلی هم سخیف نمیدونه که رفته اون کارو کرده. خب حالا بذار کامل بگم بعد نظرتو بگو. من اونو بهش حق میدم، یعنی میتونم درکش کنم، نه که بهش حق میدم، میتونم درکش کنم. آدمه خیلی شاید واقعا اطلاع نداره که این کار سخیفیه، یا این مثلا این ویدئویی که ساخته، خب تو بلد نیستی سناریو بنویسی، بلد نیستی تصویر برداری درست بکنی، اینا رو بلد نیستی. بعد برداشتت از جامعه خیلی سطحیه، برداشتت از ارتباط خیلی سطحیه. بعد میخوای آموزش اخلاقی هم بدی، یک نکته اخلاقی هم بگی، بعد اون نکته اخلاقی رو خودت اصلا نفهمیدی. میدونی؟ یعنی اون آدم من ازش انتظاری ندارم، بیشتر از این چیزی که ساخته انتظار ندارم. حالا یکی دیگه میره همین ویدیو رو مسخره میکنه، بعد میگه این چیه تو ساختی؟ تو اصلا سناریو بلدی بنویسی؟ تو اصلا میدونی این چیزی که گفتی چیه؟ خب ولی جفتشون دارن از این موضوع پول در میارن. من اون آدم دومیه رو که پوز انتلکتی میده، اونو من بیشتر مقصر میدونم تا اون آدم اولیه که اون ویدیو رو دقیقاً ساخته. اون آدمه کار بدتری داره میکنه به نظر من، داره از
حماقت دیگران پول در میاره دیگه. موافقم کاملا. قربونت. ببندیم. چیزی نداری بگی؟ فکر میکنم بخوام حرف بزنم میره توی یک ویدیوی دیگه. یعنی اینجوری جامپ میشیم توی ویدیوی آره دیگه؟ خیلی خوب. بس بعداً در موردش صحبت. آره حتما. خدافظ. خدافظ.